تو دل تاریخ لوحهایی از سنگ وجود داشت که هزاران سال رازهای امپراتوری هخامنشی رو تو خودشون نگه می داشتن و نور شمعی که روی این سنگ ها می افتاد تنها شاهد آرام گذر زمان بود. اینجا عجایب خونه است و هر رازی بالاخره یه روزی آشکار میشه. اما قبل اینکه وارد ماجرا بشیم یه نکته مهم براتون دارم. این ویدیو 2 بخش داره. بخش اولش روایت تاریخی و بازسازی سینمایی ماجراست با هوش مصنوعی و بخش دوم آموزش کامل ساخت همین سکانس ها با هوش مصنوعی، پرامپت‌ها و ابزارهای رایگانشه که به طور کناره نویس و زیرنویس براتون تو لابلای ویدیو گذاشتم. پس هر کدوم که شما دنبالش هستید میتونید با خیال راحت این ویدیو رو تا آخر ببینید. فقط کافیه وارد این سایت بشی و مراحل رو طبق نوشته ها دنبال کنی. اگرم سوالی چیزی بود ازم توی کامنت ها میتونی بپرسی. کار و مراحلش خیلی ساده است. اصلا نگران چیزی نباش. یادتون نره که سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. ممنون. این لوح‌ها سندایی هستند که فرهنگ و قدرت هخامنشیان رو ثبت کردند. هر خط میخی داستانی از آیین‌ها و فرمان‌های امپراتوری رو روایت می‌کنه. دست‌های ماهر نویسندگان هخامنشی با دقت هر نقطه و خط رو روی سنگ حک می‌کردند تا تاریخ برای نسل‌های آینده ماندگار بمونه. امروز ما میتونیم با ابزارهای مدرن دقت و نظم خطوط باستانی رو بازسازی کنیم، طوری که دست‌های گذشته با تکنولوژی امروز سخن بگن. تصاویر لوح‌ها امروز وارد سیستم‌های پیشرفته میشن تا با الگوریتم‌های هوش مصنوعی بازسازی و تحلیل بشن. با دقتی شبیه به خطاطان قدیم، هوش مصنوعی خطوط میخی رو بازسازی میکنه و گذشته رو برای ما زنده میکنه. خطوط میخی تنها نوشته نیستند. اونا کلید فهم فرهنگ و سیاست هخامنشیانن که امروز با فناوری رمزگشایی شدن. از خطوط حک شده روی سنگ تا شبیه سازی دیجیتال، لوح هخامنشی همچنان پیاماش رو برای ما زنده نگه داشته. دست‌های گذشته محو میشن و به تاریخ میپیوندن، اما آثارشون و دانشی که در اونها بود با فناوری امروز همچنان به زندگی خودش ادامه خواهد داد. یک بازسازی تاریخی با استفاده از منابع معتبر و انیمیشن تولید شده با هوش مصنوعی است. تصاویر واقعی نیستند، بلکه بر اساس روایت‌ها و پژوهش‌ها بازسازی شدند. امروز رفتم سراغ یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های فرهنگی بین ایران و آمریکا. پرونده‌ای که تا دیوان عالی آمریکا رفته. پرونده فورتیفیکیشن زیر نظر اورینتال اینستیتوی دانشگاه شیکاگو. بعضی از رازها توی تاریکی تاریخ گم نمیشن. یه جایی گیر میکنن، یه گوشه از دنیا، زیر نور یه موزه یا پشت یه شیشه و انگار منتظرن یکی برگرده سراغشون. این یکی از همون رازهاست. هزاران لوح گلی هخامنشی که فقط قرار بود به صورت امانت از ایران خارج بشن، وقتی وارد شیکاگو شدن دیگه هیچ وقت کامل برنگشتن. اینجا عجایب خونه است و هر رازی بالاخره یه روزی آشکار میشه. یادتون نره که سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. ممنون.